گله و قصه برادران و خواهران معزز، این باعث شده که افغانهای مشما تا بال ترقی نکرده در زندگی خود. چرا؟ مثلا یک جوان است بچه کاکاش یک مکتب شخصی جور کرد. ای چی میگه؟ ای شح، یعنی بخل میکنه که از این الا چطور شد پیش از این میگیره و عوض از این که خودش کاروبار خود جور کنه، بچه کاکاش مکتب جور کرد، تو برو پاهنتون جور کو. مگم ای بیچاره تمام روز تجسس میکنه ای چرا پیسه دار شد، چرا خمیره از حساب نامش بد کنم، چرا خم نام فامیل زیر بد کنم. اینی است. الله میگه ولا تجسسوا. تجسس و گله و قصه از نظر اسلام گله و قصه جواز نداره. و دیگر رقابت غیر سالم. مثلا یک افغان ماست یک ظروف برای خود خریده که 11,000 دلار شده، این بیچاره میره سود میگیره از بانک، یک ظروف میخره که 20,000 دلار شده. اگر پرده از این لاجوردی بود، این میگه من از این که بسیار یک کمپانی بلنده بگیرم که پردای سرخ باشه. سیک رقابت غیر سالم. یک کس یک موتر گرفته براند است، مثلا 90,000 دلار به سود، بچه خالش چی میگه؟ میگه من یک لگه 20,000 دلار از این که گرفتم. بران جوانان عزیز، از شما دعوت میشه که نسل نو افغانستان، اون نسل سابق که یک خواص داشت، تجسس میکرد، غیبت میکرد، ضد میکرد، کینه میکردن، گله میکردن، چرا در عروسی من نگفت، چرا در شیرینی من نگفت. پیش از این کسی که دعوتتان کرد برین، کسی که دعوتتان نکرد عاجز بشینین، مسئولیتتان کم است. پیش از این نگردین که فلانی چی گفت. حتی ما شما اینقدر وقت نداریم. والعصر، الله سبحانه و تعالی قسم به وقت خورده، وقتتان از دست ندین، پیش گله و قصه نگردین، ان شاء الله ترقی میکنیم. جزاكم الله. السلام علیکم و رحمت الله.